نوبهاری گلفشانی دلکشایم مادرم، قوت جان و دل و عقل رسایم مادرم. السلام علیکم بیننده های عزیز ما. سلام میرسانیم به هر یک نفرانی که همیشگی مانند هر روزه همراه من هستند. امروز یک جای با من در خانواده یکی از آن زنهای حلیم و مهربان، در یکی از آن زنهای زحمت دیده که بهر فرزندان جوانی حیات خود را فدا کردند، زنی عاقله با یک گفته ها قهرمان خاندان. برای تبریک کردن امروز گلنار خاله آمدیم. از نام فرزندانشان، از نام ابراهیمکه که در شهر خارج هستند، از نام نیازکه، از نام دمیرایتی، از نام نگار بانو، آن لحظه های خرسندی را البته تبریک میکنیم و پیشکش شما میکنیم. مانند هر روزه با ما باشید. با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم مادران مهربان، السلام علیکم زنهای زیبای آهلیگ و سمرقند عزیز ما. من امروز در این ماه شریف رمضان، در سلطان ماه‌ها، در بالای افطاری، در خانواده گلنار خاله همراه شما دیده و دیده رسیده ایستادیم. مادر مهربان، مادر غمخوار، مادر مونیس و عزیز قلب‌ها امروز زادروز داشتین. از نام تمام فرزندانشون برای تبریک آمدیم. اگر بمالون باشن کسی که بخواهد میان آن با تکلیف میکنیم. مرحبا. السلام علیکم. گلنار خاله شما تبریک کنی آمدیم. از نام تمام فرزندان، از نام جگربندان، از نام نفرانی که با یک مهنت، با یک زحمت حلالتان آنها را به پایان رساندید. در وقتی تعریف کردن در چشمانشان حلقه، در چشمانشان اشک حلقه بست. گفتم که مادری من به هر یک گفتنی های شما می ارزند. مادری من مادری مونیس، مادری غمخوار، مادری زحمتکش، خاکسارترین هستند. چقدر ای که مشکلی ها بود پس سر کردند، برای ما قهرمان شده تا هستیشان تا حاضر کار میکنن و برای ما یک قدر باشد هم یاردم میخواهم که رسانم. چقدر سخنگویت برای مادر ما میارزد. امروز شما تبریک میکنیم از نام ابراهیمکه، از نام نیازکه، از نام دمیرایتی، از نام نگار بانو و از نام خواهرک نازنینتان که در شهر خارج هستند، از نام ماهچرایتی شما تبریک میکنیم. گفتم که البته امروز در روز خرسندی چقدر سخنها گویم کم است. هر یک مادر برای فرزند جانش را فدا میکند در وقت تولد کردن فرزند. خودش این قهرمانی است. من خدا رحمت کند بعد از سری پدرم ما قریب 15 سال باز همراهی مادرم هستیم. مادرم برای ما هم پدر هم مادر شده. از هیچ کس کم نکرده ما را صاحب آینه کردند، صاحب بخت کردند. برای ما هر چیزی که ما خواستیم برای ما آماده کردند. چقدر که زحمت کشیدن، ما میدانستیم شبها گریه میکردند، ما میدانستیم شبها برای ما فقط در فکر و خیال بودند. برای مادرم چقدر سخنها گوید کم است. مادر مهربان من مادری عزیزترین قلب ما هستند. امروز از نام ابراهیمکه که در مسافرت هستند برای شما میگوییم تو هستی در شب تاری دلم مهتاب مادر جان. نباشی دل شود یک خلطه زرداب مادر جان. اگرچه زندگی کرده است دل سنگم، ولی به تو دلی سنگم شود از دوری هایت آب مادر جان. سرفرازت کنم در چشم خلقی روی دنیای من، زی تو آموخته فرهنگ و هم آداب مادر جان. دعا کردی سخنور باشم و شعر و غزل گویم، شود با هر دعایت شعر من جذاب مادر جان. امروز من که با یک سبب ها آمده نتانستم، ابراهیمکه میگویم از آن من تبریک کنید. مادر مهربانم من تا هستیم، تا بودنم، تاج سر کرده
بالایی دیده کردم مادر مهربانم نگاهبین میکنم و البته در اینجا مهاجرتی با سبب‌های معین نیستند در مسافرت هستند مهاجرتی چقدر تعریف کردند در حقیقت مادری تعریفی خواهر نازنین من و جای مادر و جای پدر هستند خواهر نازنین من هر بار که یاد مادرم میآید از بوی خواهرم از چهره نازنین خواهرم یاد مادرم من مییابم رحمت برای خواهرم که هر بار یک روزی خرسندی مرا هر یک مصلحت گوی مهربانی من هست برای خواهرم رسانید که دو دیده غمگسار دارد خواهر بوی وطن و دیار دارد خواهر چشمش پوری آب است و دیداری گسل صبح است که صد بهار دارد خواهر نازنینم زاد روزتان مبارک باشد بگذار مانند امروز شکوفان شده زیبی دوران شده الها 120 سالگیتان با انم خیل آمده شمای تبریک کردن نصیب کند گفته رسانه گفتن مامشلایتی از نام آن کس نیست شمای تبریک میکنیم حاضر در اینجا فرزندان همه آنها تیار هستند با راهبری دمیرایتی البته نیازکه نگار بانو هر یکی آنها تیار هستند که شما تبریک گویند دسته گل‌های زیبا و البته پیش از آن باشد کتاب قرآن که برای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده است بهر شما هم تحفه آماده کردند حتی کسی که بخواد میزنه میسپارند مرحبا مبارک باشد البته دسته گل زیبا است دست فرزندانشان و گل‌های خشک نشونده مادری من چشمه خشک نشونده هستند مانند همین گل‌ها باشد گفتند مبارک باشد مبارک باشد البته در اینجا یک عکس‌های تاریخی سرجم شده یک عائله هستند مرحمت یک جای تکلیف میکنیم پورتریت کلام برای مادر مهربانشان مرحمت کریم بخش مهمانو بکشیم کنیم همین پشکی خاندان و اویزان باشد و هر بار دیده دعا گوید بهر فرزندان زاد روزتان مبارک البته دمیرایی که در اینجا از همه شیرینی زیبا را آماده کردن همراه خودشان مرحبا شیرینی نزدیکتر بیارید کنید حاضر ما هر گشت بپرسیدیم من چند ساله گفته امروز 15 ساله شده نه حالا جانی عزیز بگذار عمرتان دراز شود الان خیلی جوان و زیبا شده گردید مبارک باشد و البته از در اینجا از نام خواهر نازنینتان از نام ماهچرایتی آن زر و زیور زیبا را برای شما آماده کردن اگر خرسک میزنیم گوشواره تیلا دستمانه تیلا انگشترین تیلا بحری خاله جانشان خطی چوبانو میسپارن مبارک باشد یک جویا نیت کردن انامی شمارش خاموش کردن یا زکر نزدیکتر استیج مویا تنی مرحمت کارده دارید تنی یعنی مادر تامان نزدیکتر استیج مرحمت اوای طرف مرحمت کلید روشه ها بیتان شما مبارک باشد
تا شما سب کنیم مبارک باشد. زاد روز مبارک. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. مبارک باشد. زاد روز مبارک. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. مبارک باشد. حاضر گلارا خالا کنجی خاندان دخترک شیرین حاضر اعضای تمامی اکا جانها اعضای آیتی جانشان اعضای مهمانان امروز شما تبریک میکنند مرحمت این گلارا بالا مبارک زاد روزت مادری جان نبیند غم وجودت مادری جان تنت بیدار باد و خاطرت شد که من گویم درودت مادری جان. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید میگویم به درگاه خاندان ما. امروز روزی خرسندی، روزی زادروزی مادرم است. مادر جان زیبا و مهربان من شما را با روز زادروزتان از ته دل صمیمانه تبریک کرده برایتان صحت سلامتی تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم و می خواهم که همیشه از زبانتان خنده دور نباشد، همیشه از سری فرزندان دعاگوی شده گردید. ایا مادر لبت در خنده باشد، گلی رویت ماهی تابنده باشد، برای این زحمت بر ما کشیدی به پایت سر نهم ارزنده باشد. زادروزتان مبارک. ای رحمت مبارک باشد. مبارک باشد. تبریکات های نوبتی از زمین خواهرتان از زمین مادرشان تبریک میگن از زمین ماهچرایتی خدیجه بانو یعنی خاله جان شما نزدیکتری صورت تبریک کنیم مرحمت. سلام علیکم خاله جان، تبریک میکنم الهی 100 ساله شوه در سر ماهان ساخت سلامت دعاگوی ماهان شده گرده. انوی بی جان من تبریک میکنم بیم در راه دور باشانم ماهان به جای بیمه معلوم نمیکنه. رحمت شما به خاله جان. رحمت خوش. از نام ابراهیم اکا از نام نیاز اکا حاضر مانند در اینجا باز دو دخترکتان هم قطار شده ایستاده نه کریم پادشاه اکتا شرکت تبریک میکنن مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمده. بیرون درجتون کتی تبریک میکنم الهیم 120 بهار بینه همه وقت خوش و خوشتن شده گرده. در دلتون چه آرزوی نیت باشه الهیم همش برسه. الهیم سرکتون در چشمکتون نبینم. با یک بار دیگه درجتون کتی تبریک میکنم. رحمت سلامت باشد. البته در اینجا زیبی خاله بوده نه؟ زیبی خاله؟ همجا شدید میکروفون دراز میکنید؟ جناب روزی درجه شکر تبریک الهی سال بدرو الهی بزرگ بچه ها تبی چی که نیت کردی نیتت برست هم موتو الهی نیتتون برسه دموی رمضان شریف هم موتو نیتتون برسه الهی سال بدرو رحمت تا تبریک کنه ولی خاله؟ من نمیتونم تبریک میکنم. گلارایتی درجتون کتی تبریک میکنیم. الهی سر بدروی همه وقت صبح سلامت باشید. تا تبریک میکنن آنا جانشونه آنا جان من مهربونی من دادم کلون کده دیما کلون کده لما شما و سر بدروی
بیمه قبول کرده دادمت مات کرده شما با رحمت آن جای من Дорогая моя тетя милая, поздравляю тебя. Тетя милая моя, поздравляю я тебя. Очень крепко обнимаю и здоровья не желаю. Будь счастливым ты всегда, не печался никогда. Днем рождения говорю, знай, что я тебя люблю. من کلام میشوم قهرمان میشوم به وطن خودم رسوا میشوم رحمت مهمانان عزیز برای شما بار دیگر امروزه روزی خورسندی را مبارک باد میگوییم ماه شریف رمضان مبارک باشد در اینجا ما مانند هر روزه سرودهای شکر همراه خود آوردگی یک جای خورسندی میکنیم درجه تا همان درجه بلند میبرداریم کیفیت و خوشچقچقیه همراهی امروزه گلنار خورم به ارزان زاد روزتان مبارک باشد مانند همین گلهای بهاری همیشه شکوفا شوید و هیچ وقت خزان نگردید مرحمت سرودهای شکر برای شما
من بیننده های عزیز، گواهی آن گشتید که امروز یک لحظه خرسندی را دل مادر را شاد کردیم. الکی آن لحظه خرسندی را پیشکش شما کردیم. مانند همروزه همراهی من مهمان این خانواده شدید. رحمت میگویم که با من هستید، با ما هستید. امروز شبکه شهنان، جماعت شهنان در خانواده گلنار خاله مهمان شدیم. آن لحظه های خرسندی را، آن نیت های نیک را از نام فرزندانشان، از راه دور از نام خواهر نازنینشان رساندیم و آن لحظه ها را پیشکش شما کردیم. برای شما خاطر رسان میکنیم که مانند هر روزه پر از سورپرایز، پر از تحفه های ارزنده در خاندان شما مهمان شده. آن لحظه ها را با کتاب شهنانی خود در آن زرورق ها مهر میسازیم و مانند نسل نورس پیشکش میکنیم. همیشگی با ما باشید، با شبکه شهنان سلامت باشید. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم، مایان همه دل شادم از غم همه آزادم. تبریک شما گویم از بزم و طرف شادم، تبریک شما گویم از بزم و طرف شادم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک.
زمان باشه ما اهل هنر خواهیم خوشبخت زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشن زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن پیروزی فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروز شما شادند از آن که روزی فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک